اینم هم سایدنیه خدا والدیم تو هم اگزالله بگی که می اون نانی ببین چیگاه کینه؟ منو مالا کینه چه کنه؟ شهر ما اون نانی من ما پاکت نمیاره شما چی میگی؟ یا گنجه که یا گبزه پاکت عروسی خب چرا با ما اون نانی من نمیاریم نانی به اینجا جیزله میزنه برو دیونه خدا برو گم تا گوشت میزنم عروسی و کجایانو با تو میگه مال مرسکا ماشین نیه کینه خب بخون ما بگیم مال عروسی وقت تا خانو 45 روزه که عروسی بمونده حال عروسی نمیگیریم ما بابا نانی تو گفته که عروسی نانی تو به پیش نانی من اختلاط کرده که ما عروسی مانه مینوزه عروسی بچه منه به این روزا گفته دیگه نگفته میشه حساب باشه دیگه که تو بیانه به دست دم چرا ما خبر نکردیم به من روزا چرا بابا بمیشنه خیلی برو گریه نکن کارتا که تیار کردیم بحث کردیم میارم ما درس داره شما کارت میارم کدی درس را باز یک کارت چند تا درس را داریم یکی حالا کارت نیه باشه کارتا رو بیارین نوشته بکن سعی کنم عروسی به کی میفته به دست ها شما کارت میارم برو یه خن انداز برو من نانی تو صدا میکنم میگم تا گوشتگی اون مرده که ما تل عروسی شما چی می؟ من نانی تو میگم نانی گفت چرا کارت به ما نمیده میگم برو آره خورپه کردم تو به که تو لفظ میفهمی یا عروسی انو وقته تو چی رقم آدم کس نسی نیه که میشه بفهمونو همین تو مای من پیش من باجیم کارتا تال چاپ نکردیم تال عروسی معلوم نیه خوشی نانی تو بیایه برو نانی مای خودت گفت زنه برو خالا مادر عباس با هم نانی ما که با خونش ما بوده خب میفهمم نانی ما خود به عروسی باشه مشغول کارت میگه برو درس رو گیله کنه برو نانی ما هوشیاریه تک تک نه برو خاله بله کینه چی قال مقال داریم دم سرا نه بله می گیلک بیا اومدم میگه ما چه عروسی خبر نمیکنیم هنو عروسی به کجای آخه خاله شما به نانی من نگفته بدین که همین روزه عروسی داریم ما برو مادر تو خواهر من هر دمی عروسی بشه ما شما رو خبر میکنیم به چه خور بگردم قال مقال نکودم سرا بله نه ایرون به شما رو برفتیم به خونی از اینا گفتین که ما به می روزه عروسی میگیم کو عروسی که شما وقت برفتیم به خونی از اینا عروسی میگیم سلام خاله جانش داری علیکم استان خوب خیریت فضل خدا شکر راست بگم خود مادر از اختلاط کردم گفتم با مادر از کار نه خاله جان مادر شما خواهر مانه مادر من خواهر شما میگی تو خود تو میفهمی مادر من خواهر شما نه خب چیزه بله نه الی در زد امی در و کو الی در برده کوه بریم تاکو چه نه بله چیزه خاله جان برو قال مقال نکنن اگه چای میخوری بیا به سرا اگه نمیخوری برو بخیر خاطر راست میگه بعد همین یک پاکت بدین خاله برو پاکت ری میکنم با می برو مال یک پاکت تو بازار بوستم بیارم نوشته کنم شما دو نفره خاله جان ظرفات تحتالا رو من میشیرم خوب خاله نه نفر هسته که بیشه تو نشودک برو اونجا که بیاین به شرط خرمبالک شروع نکنین قرار بشین اون قربو برو کی بیایم اون نانمه باشه کار عروسی که بیار تو میگم کی بیا برو بیلا خدای ورسی نیه می کارا سنکایه یک سال عروسی من میره قرار شروع میکنه که می روزا و عروسیه برو به جنجال خدا در سرا خورساری بگون ما بیام آدم آنه سلام و علیکم ماندن نباشه اشتنی خیلیات بخیری جانجوره نه کاره مولانا بچه رو برسی چه کار نمیکنی؟ گیلک تو چی میگی؟ چرا من لانه من میگه چرا من به عروسی خبر نمیکنه گیلک جو هر وعده که عروسی بشه تو مادر تو مستحقیم به سر ما حق داریم اول نفر ما شما رو خبر میکنیم دو مادگه عمال به عروسی بمونده تا حال اینو نمودم هیچ گفتگوی خودی ما نکردم تو از حال بیامده شروع کردی به گریه کردن اشتک نانی عباس به نانی من گفته که امیر روزا عروسی مانه عروسی داریم ما هر دمه که عروسی بشه دومات خو عباس میگم یک پاکت از طرف خود خورای کنه یک پاکت ما از طرف خود خو به در سرا شما میارم تو دلجم باش شما به پیش ما فراموش نمیشه که تو به هر جا که بری خدمت میکنی واقعیت ما تو دوست داریم خب یک پاکت چمال بده پاکت ما طول نوشته نکردیم هر دمه نوشته کردیم یکی دو خود نوشته خب من نوشته میکنم میگم تا حال ما دکون مرتکه نخریدیم پاکتار نوردیم که نوشته کنیم به گپ ما برسیدی یا نرسیدی یا تا به صبح بگم نمیفهمی یکی اما تصمیم نگرفتیم تا حال زنکا به پیش خو هر اختلاطی که دارم اختیار خود دارم ما بود کار از اینا کار نداریم هر وعده که ما تصمیم گرفتیم میریم پاکت هم میخریم نوشته میکنیم به همسایه‌ها میبریم توزیع میکنیم حال تو از هم حال بیامد اینجا گفتم همسایه‌ها
چه کاره؟ من به خوشی عباس میگم یک کوکا. برار خوربه گردم خوشو عباس چی صلاحیت داره؟ هم آمتا منم که به تو میگم همی گپ میگم قبول کن دیگه. راه خو بگیر برو برات کار خو. گردن شما بند باشه پاکت نستونیم. میگم تا حال ما نستوندیم، تا حال ما گپ نزدیم، باشه که ما پاکت بستونیم یکی دو گفتم. ما رو مجبور نکن که تو مادر تو بس خبر نکنه به عروسی. برو دیگه راه خو بگیر برو. خب من دیگر میشیرم. خب گفتم خوبه برو راه خو بگیر برو. چیش آدم شلیگی لگمه به خدا بخور به مصور. نه آبا قلگی مار به خیرات به علیسی به خاتم قرآن خبر میکنم ما اونانیمه. آگی لگ ما 100 نفر کنیم ما اونانیمه یکیم. اصلا تو بگو تادگیار بیاریم ما. گیلک مادر تو به سر ما اغزاره بیچاره بیوزنیه به می قلم ما گفتم یکی دو. ما رو مجبور نکنیم دیگه. تا حال ما هیچ کاری نکردیم تو از امال بیامدی که ما به عروسی خبر کنی. تو بگذار که یک دفعه کارامو معلوم باشه که چه کار میشه باز بیا با گیلک از ما. چی رقم با جنجال افتادیم خودیزی. ما با تو میگم که تو رو من خبر میکنم دوماد من تو رو خبر میکنه. یاری عجیب آدمیه. گیلا من دیشب هرچه تا همین سراغ خونه سعی کردم که تو به کجا شیشته تو را دیدم. سرا کی؟ ماما شرف الدین اجی ماما شرف الدین البته حالا اجی شدن که ها آخی از بیت الله آمدم ختم قرآن گرفته بودم. نه بابا. تو خبر نداری؟ نه من خبر اصلا من خبر ندارم من نگفتم من. من با دیر آمدم گفتم شاید تو جلوتر بیامده بشی نون خورده بشی برفته بشی چون مردم خیلی خبر کرده بود. مردم که می آمد نون میخورد خونه خیلی میکردن مردم مسلمان ها میرفتن پس با دیگه کس می آمد مثلا. می بچه ها دستار میشوشتن من گفتم میدم این ساعت گله خود هفته ولگان رو دست باکن سرشونه خو میایه به خونه چشمام کلاغا بکشید دیشب من تو ندید. من پیاگی پگا من نگفتم بالا غریبی با من تو داشتن عباس را گفتم من عروسی عباس هست گفتم من خبر کنیم گفتم خبر میکنه نیلیلا گفتم دو تا پاکت به تو میاره یکی از طرف من یکی از طرف او این من خبر نکرده که عروسی عباس آخه این پری رو مور بدیدم گفتم عباس عروسی تو که معلوم نیست شاید دو بعد میگو حالا گفتم 45 روز بعد 45 روز بعد 45 روز بعد تو برفتی که پاکت بستونی ها گیلا 45 روز هم عمال حفظ از دیر نمون داد تا چیش بروی هم دنی میبینی 45 روز هم خلاص شد برو خیره باشی عباس خبر میکنه تو بیتا بچینی دو پاکت گفتم میاره یکی از طرف عروس یکی از طرف دومار دو پاکت بله او دیگه یک شو به اینا بندونی یک شو به عروسی اگه مادر تو به اینا بدونی خبر کنم صحیح زنانه چی من چوبیزی میکنم چوبیزی خب بلد گیلا گردن تو بند باشه گیلا میفهم ربعی هم بلدم تو بگو یکی کینه کفترخون بلنده کفترها به چردی بلیو عباس کی زن داده مدریو کورتی عباس 370 دقمه داره اگه یکی کم شه خسوری به خیرا سریو امین نگولا بشته به خدا نون عروسی نمیخوری گیلا سلام علیکم خیلی باشه گیلا گرد میگورو خبر میکنن تو دیگه نه سلام اما شرف الدین چره؟ میگم من شرف نگفتیم شما بیت الله شریف آمده ها دگیلا میرم ختم قرآن بیده دیشب باشه میرم این دو شرف کن میکنم برو شاید پول بده به من گیلا تو که به سر نقرد طلبی نداری آخی خبر نکنم من به تمام قلم معلومه گیلا نفهمیدم ماما شرف الدین نکرده بوده ختم قرآن دیره به دست مادر عروس افتاد بیا ما به تو بیستی میدم نرو در سراینا نی که بگی به من رمزون گفته خو نه میگو خبر شدید میگو خود دیدم شما
صحیحه برو مقصد مر نگی بلا عجیب دادم من لاله زار باشه به من چی های جا به نرنجی زمستانش بهار باشه به من چی های جا به نرنجی زمستانش بهار باشه به من چی های جا به نرنجی آنه خوب شد بیام آنه خوب شد بیام دی اشتنی که پس اشتنی خوبی سلامتی خیلی نامردی بیدی تو جوان سر خیلی نامردی بیدی رقافت همسایه داری به می رقمه چرا گیلا پیار تو عبیت الله شریف آمدن دیشب چند نفر میمون داشتیم آقایت قلم بمونده بیدون خیلی گیلا چند نفر بیده از 1000 تا بیشتر بود با بیلا بله 1000 نفر خبری دیشنی چرا من نگفتیم ما کمادام سر خیراتا شما به سر عروسی ها شما شیشته هم ما و نانیمه گیلا ببخشا با خودمی دم کبین فرسا نشد به تو خبری بودم شلوغ بود به خدا ما هم گرفتار بودیم خوشحالق بوده خب مدام هر چیزی که شما اهل میمونی دارین 2 نفر میمونی داریم ما و نانیمه نمیگیم خب میگفتیم ولی برفتیر شد دیگه خب برفتیر شده حالا چی چکار شد؟ کلیزی بیت سر تو حالا میای خوشگه حساب کو سکو گیلا اولم ببخش خوبه آه ای بیشتر برو به خود خو خرج خو جبت بخلم آه خوبه بابا پیار خو میگم بابا تو دگم بده پول بله خوبه خیلی منی ببخش اگه تیر شد دیگه خوبه با دیگه میمونی نمیگیرین دیگه میگیری کی؟ باشه یک 15 روز بعد 20 روز بعد آه آه خوبه خدا قبول کنه خیرات شما سلامت باش آه زنده باشی که پک اگه بچه ها تکلیشر دیدی یا نانیمر دیدی به نانیمر نگی که بگی لک بیستی دادم خوبه خب خاطر من مندازم تا قلک